رویا هستم. 10 ساله که به کار نقاشی موزاییک مشغولم. آموزش میدم، هم حضوری توی تهران هم مجازی به افراد سرتاسر جهان که دوست دارن این هنر رو یاد بگیرن. سابقه شرکت در چندین نمایشگاه رو داشتم. توی این کانال میخوایم یاد بگیریم که با همدیگه یه بشقاب دیوارکوب سفالی بسازیم. امیدوارم که مطالب براتون کافی باشه و اگر که دوست داشتین که بیشتر در مورد این هنر بدونین، بیشتر ببینین یا بیشتر آموزش ببینین، حتما با راه‌های ارتباطی که توی بیو گذاشتم با من در ارتباط باشین و کارهای خوشگلی که از طریق این آموزش یاد میگیرین و برای من حتما بفرستین. خیلی خوشحال میشم که ببینم که کاری که برای شما انجام دادم به دردتون خورد. میریم سراغ معرفی ابزار. مهمترین ابزاری که توی کار ما ازش استفاده میکنیم انباره که به این انبار میگن انبار دیسکی کاشیبر. انبار فک الماسه هم اگر داخل منزل دارین میتونین استفاده کنین. دومین ابزار کار ما کاشی استخریه که اینا سایز بزرگشه، اینا هم سایز کوچیکه. برند البرز. این هم سایز 2.5 در 2.5 که تنوع رنگی خیلی زیادی داره. حالا من چند تا رنگش رو بکنم. برای این کارمون ما به یه بشقاب سفالی احتیاج داریم که من قطر 15 رو انتخاب کردم که پشتش هم همینطور که میبینید یه سوراخایی داره که بتونین به دیوار نصبش کنید. حالا شما میتونید هر سایزی که بخواین رو استفاده کنید. بعدش یه مداد احتیاج داریم که بتونیم طرحمون رو روی سفال پیاده کنیم. برای طرح‌های سخت‌تر و بزرگتر ما از روش کاربن استفاده میکنیم. یعنی شما اصلا برای این کار نیازی نیستش که دانش نقاشی داشته باشید. بعدش میریم سراغ رنگ‌های اکریلیک که متناسب با زمینه کارتون انتخاب میکنین و رنگ‌آمیزی میکنین. بعدش چسب چوب میخواین. قطعات کاشی رو با چسب چوب روی سفال میچسبونیم. و پودر بنکشی آماده که در رنگ‌های مختلف موجوده. حالا این سفیدشه و شما میتونید مشکی یا توسی هم تهیه کنین، فرقی زیاد نداره. به شابلون دایره و یک عدد ماژیک CD هم احتیاج داریم. طرحی که ما میکشیم یه چیز فی‌البداهه از خودمون، خب طرح گله. خیلی زیاد نباید نزدیک محوطه بیرونی کار بشیم، یعنی فقط ما همین قسمت وسط رو کار داریم چون میخوام یه فضایی هم باشه برای رنگ کردن. این تو همین محدوده، تقریبا تو همین محدوده ما میخوام یه 3 تا گل در بیاریم یا 2 تا گل در بیاریم. مرکزش که اینجا باشه دیگه طرح گل و دیگه فکر کنم که دیگه آسونه، دیگه همه بلد. زیاد نیاز نداره نقاشی بلد باشی. اینایی که ما میکشیم اصلا اون چیزی نیستش که قراره در بیاد. اینو ما به صورت فرضی. خب این شد یه گلمون. حالا مثلا یه برگم قراره مثلا اینجا جا بدیم. خب میریم سراغ گل بعدی. اونم یه دایره میکشیم. خب این دفعه مثلا این گل رو یه مدل دیگه در میاریم در تنوع بشه، همه رو یکسان انجام میدیم.
این شد دوم. خب بین اینا رو هم قرار برگ بذاریم دیگه، بین اینا اصلا خالی نمیم. یه مدل گل دیگه هم اینجا میکشیم که خب من دوست دارم این سومین گلمون گل رز باشه. گل رز یه ذره در آوردنش پیچیده تر از دوتا گل دیگه است ولی قشنگ. به صورت حالا اینجوری بداهه ما میکشیم یه سری چیزا. این ورم که دوباره برگاتونم کوچیک بزرگ میتونه باشه. این مدلی باز اینجا مثلا حالا دیگه پرکار بودن یا کم کار بودنش بستگی به سلیقه خودتون داره. این شد طرحمون که فقط هم با مداد میکشیم که اگه یه وقت یه جایش هم خراب شد بتونیم پاکش کنیم. برای مرحله بعد ما میخوایم اون قطعه‌ای که ساختیم که این دایره مرکز گل بود و بچسبونیم. کم چسب میزنیم، زیاد نمیخوایم که از بغل کارمون بیرون بزنه. اینو دقیقاً میذاریم همون جایی که مرکز گل بود. قطعه بعدی که میخوایم بسازیم گلبرگ هست. گلبرگی که متناسب با اینجا رو ما میخوایم بسازیم. هرچی دهنه این گلبرگی که میکشم پهن‌تر باشه، یعنی گلی که اینجا قراره بسازین زودتر تموم میشه. هرچی باریکتر بکشین تعداد گلبرگایی که این دور قراره بذارین فرق میکنه. بازم سلیقه‌ایه. الان من پهن‌تر براتون میکشم که بتونیم زودتر تو این آموزش به نتیجه برسیم. این یه شکل این مدلی. باز دوباره مثل همون برش دایره، مثل همون روش قیچی کردن، البته اول بتونیم 4 طرفش رو بزنیم باز راحت تر. اگر که دقت کنین قراره که این گلبرگ به این دایره بچسبه دیگه. خب این دایره هم خب هلال داره. اگه ما بتونیم هلال رو به هلال بچسبونیم، یعنی این که داخل این گلبرگ رو ما یه جوری خالی کنیم که این هلالش بره داخل این هلالی که توی مرکز گل هست، خیلی کار قشنگتری میشه و هیچ فاصله ای هم دیگه نمیده. یه ذره سعی کنیم با همون انبارمون توی گلبرگی که داریم میسازیم و خالی کنیم. 1-2 میگین ضربتون رو میزنیم. برشتون تمیز باشه، کنگره و دندونه هم نباید بشه. هر چقدر انبارتون تیزتر، نوتر و مارک بهتری باشه مسلما کارتون راحت تر میشه. خب حالا من این گلبرگو سعی کنیم با یه پد الکلی یا یه دستمال نمدار پاکش کنیم. خیلی خوبه با دستتون پاک نکن. خب این شد یکی از گلبرگ. دیدین دیگه گفتم اصلا به اون طرحی که ما میکشیم نباید کار داشته باشیم.
قراره که ما دور تا دور این گلبرگ رو پرش کنیم. حالا هر چند تا که جا بشه، احتمالاً 5 تا جا میشه. بعد از اینکه کامل همه برش ها رو زدیم، میریم سراغ مبحث چیدمان. یکم ممکنه که بعضی قطعه هایی که ساختیم برای اون جایی که ساختیم زیاد مناسب نباشه. ما میتونیم مثلا اینا رو عوض بکنیم، ببینیم کدومش کجا خوشگل‌تر قرار میگیره. یه ذره میچرخونیم، یه ذره خودتون ذره چیدمانش رو عوض میکنیم. حالا از مرکز گلم یه ذره فاصله داشته باشه مثلا اشکال نداره. بعد دونه دونه شروع میکنیم چسب زدن. چسبم که از قرار شد که زیاد نزنیم، یه ذره بزنیم. نمیخوایم که از بغل کاشیا چسب بیرون بزنه. دونه دونه برمی داریم. گلبرگاتون که اگر که هم اندازه هم نشدن اصلا اشکال نداره، چون گل یه چیزی تو طبیعت اصلا نمیخواد خیلی منظم باشه. اینم آخر. بچه‌ها یه اشتباهی که الان متوجه شدم و میخوام که شما حواستون رو جمع کنی اینه که اگر که دیوار کوبتون پشتش از این سوراخ‌ها داره، حواستون باشه که کار چجوری میخواد قرار بگیره. خب الان پس این گل روزی که من اینجا کشیدم این اشتباهه، این باید اینجا بیاد، باید اینجا بیاد. حواستون پس به اون سوراخ پشتش باشه. باز حالا خوشبختانه زود متوجه شدم و چسب‌ها هنوز خوش نشده بودن، من تونستم که اینا رو جدا بکنم. خب برای مرحله بعدی کار من میخوام این برگایی که ما دور برگ میذاریم رو بهتون یاد بدم. توی سرامیکا ما چندین مدل سبز داریم. این مدل سبزی که ابروبادیه و داخلش طرح داره و چیز خیلی خوشگلی. حالا شما اگر که نداشتین میتونین از ساده‌ش هم استفاده کنید. این هم یه مدل سبز پررنگ 5x5 که من چون که کارم کوچیکه از این کاشیه به این بزرگی استفاده نمی‌کنم. برای شروع یه دونه برگ میکشیم روی خود کاشی با ماژیک. همین یه برگ ساده، همین که هممون بلدی. این مدلی. و مثل قطعات دیگه ای که برش زدیم برشمون رو انجام بدیم. اگر که بخوایم کوچیک و حالا باریک ترم باشه باز مشکلی نداره. اگر که بخوایم باریک تر باشه اول کاشی رو از وسط نصف میکنیم بعد روش برگ میکشیم، چون ما برای همه جاها به برگ به این بزرگی احتیاج نداریم. یه دونش بزرگ باشه بسه. حتی میتونه خیلی کوچیک هم باشه. اگر بتونید اونم در بیاریم که خب خیلی خوب. برگتون صاف باشه، کنگره دار نشه و یه چیز خیلی تمیز. برای این کارم ما اصلا از سنباده استفاده نمی کنیم.
همون ضربه اولتون رو قشنگ بزنین یا اینکه مثل من برگردین. میبینین الان مثلا اینجا رو اگر که میدونم که کنگره دار زدم دوباره برمیگردم اصلاحش میکنم. خب این شد برگم. بعد من پاکش میکنم ببینم اگر که ایرادی نداره توی کار میچسبونم. این که تمیز کنین موزاییکو یعنی کنگره هاشو بگیرین خیلی مهم. مثلا خب الان من این برگم رو میذارم اینجا. حالا برگ بعدیم میتونه اصلا 2 تا باریک بغل هم دیگه باشه. برای اینکه بخوایم موزاییک رو نصف کنیم از وسط، انگشت وسطیمونو، این انگشتی که قرار شد توی ویدیوی اول بهتون گفتم قرار شد فشار زیر نگهداری، این دفعه فشارش میدیم. این میذارین اینجا، اصلا هم نگران نباشین هیچ آسیبی هم به دستتون نمیزنه. کاملا از وسط نصف شد. حالا با یه ذره این ور که حالا زیاد اشکال نداره. حالا الان ما بخوایم برگ باریک بکشیم، برگایی که الان به ما میده اینا باریک تر. باز اگه بخوایم کوچولوتر برای پر کردن این فضاها استفاده کنیم، الان مثلا یه دونه برگ میتونیم الان در بیاریم با چیزایی که از اضافه کارمون پرت شد روی میز. الان من اینو تبدیلش میکنم به یه برگ. دورش رو صاف میکنم، خودش یه برگ به ما میده. یعنی شما از دوریز کارتون هم میتونی استفاده. الان مثلا من اینو میتونم چسبش بزنم، اینو بذارمش اینجا، این بغله این باشه. دیدین؟ این مدلی. برای اینکه بخوایم گل رز درست کنیم، این قطعات رو ببینید من از قبل آماده کردم. یه شکلای برگ ماننده تو سایزهای مختلف و 2 مدل طیف رنگی. یعنی من الان از زرد کم رنگ و پر رنگ استفاده کردم. شما میتونین از مثلا نارنجی ها، مثلا الان اینجا من نارنجی رو آماده کردم، این یه مدل نارنجیه، یا مثلا 2 مدل صورتی یا 2 مدل، حالا هر رنگی که دوست دارین در کنار هم، ولی میخوایم که 2 یا 3 تا ترکیب رنگ داشته باشیم. دقیقا همون شکل اون برگای کوچولوییه که توی آموزش برگ براتون توضیح دادم. خب حالا این دفعه ما چسب و دیگه دونه دونه نمیزنیم. خب الان مرکز گل رز ما شد اینجا دیگه. زیادم نمیزنم که دیگه خیلی چسب بشه. الان من 2 تا قطعه زردی که به هم دیگه میخورن و من روبروی هم دیگه قرار میدم. بعد رنگای دیگه به ترتیب سایز، یعنی بزرگترین قطعه‌ای که ما ساختیم میشه آخری تقریبا. اینا رو همه رو دور هم دیگه چیدمان میکنیم. من یه ذره زوم میکنم که شما بهتر ببینید. اینا همه باید برن توی دل هم دیگه. فاصله هم داشته باشه، قد ایرادی نداره. الان می‌بینید مثلا اینی که من الان اینجا دارم میذارم این اصلا مناسب نیست چون خیلی بزرگه. یه دونه کوچیک‌تر. مرتب باید با دستتون هی صاف کنین یا حالا جاشو عوض کنین.
این تقریبا الان مرکزش آماده شد. هر چی که جلوتر میریم قطعه ها درشت‌تر میشه. سعیم میکنیم که زیاد به اون گلبرگ بالایی نخوره، چون میخوایم اینجا رو برگ بذاریم و چون رنگاشون هم به هم دیگه نزدیکه سعی کنیم که الان من توی این چیزایی که بریدم زرد پررنگ بیشتر از همه هست، بیشتر رو همون پررنگه. هرچی بخواین که روزتون بزرگتر باشه بیشتر قطعات بیشتری رو بذارید. حتی میتونین که یه دونه هم نباشه، میتونین از چند تا روز بغل هم دیگه استفاده کنیم. چون الان اینجا چسب تموم شد دیگه، حالا من از همینجا میزنم، ولی حالا شما بخواید برای راحت سریعتر انجام بشه میتونید دونه دونه نزنید. شما برای کارهایی که بداهه انجام میدین میتونید تو هر لحظه فکرتون رو عوض کنین، اصلا مطابقه. ولی اگه طرح داشته باشین و از روی همون الگو گرفته باشین دیگه تغییر ندین بهتر. حالا اینا من تا همینجا دوست دارم که دیگه ببندمش، دیگه بیشتر از این انجام ندم، چون رنگای دیگه هم درست کردم. دوست دارم مثلا الان از ترکیب قرمز و نارنجی هم توی کار استفاده کنم. از نارنجی که حالا کوچیک‌تر درست کردم چون مرکز گلمون قرار بود کوچیک‌تر باشه دیگه، از نارنجی استفاده میکنم دوباره شبیه هم. میتونید فاصله بدین، میتونید هم فاصله ندین، چون بالاخره در هر صورت یه فاصله میفته وقتی که ما آخر سر اون ملات رو میریزیم. بین دوتا گل خودش فاصله ناخودآگاه میفته، ولی هر چی باز این فاصله ها کمتر باشه کار شما قشنگتر. برای مرکزیت گل باید از قطعات کوچیک‌تر استفاده کنیم. همینجور دور تا دورش هی میذاریم. اینقدر باید باهاش بازی کنین تا دقیقا اون چیزی که میخواین درات. شاید اصلا لازم باشه اصلا همش رو بردارین یه چیز دیگه بذارین. هرچی که این قطعاتی که درست میکنین هلالش بیشتر باشه قشنگتر توی هم دیگه چفت میشن. خب باز این یه نمونه ای که هلال
مثلا این هلالش خوبه، ولی خب الان این سایزش برای کار ما بزرگ. مثلا شما نگاه کنید، این اصلا خودش یه گله، حتما باز لزومی نداره که بخواد روز بشه. همین اینم خودش یه مدلیه که دورش برگ بیاد قشنگ میشه. کلا انواع گلای مختلف رو شما میتونین با این هنر انجام بدین. میتونین اینو ادامهش بدین، یه دونه دیگه انجام بدین، یا اینکه با برگ پرش کنین، باز حالا اون سلیقه خودتون. خب برای این گل سومم من از گلبرگایی استفاده کردم که نوکشون تیزه و سرشون صافه تقریبا. اگر که دقت کرده باشین میشه مثل همون مدل برگ، ولی خب باز یه ذره فرق داره. تا اینجای کار تقریبا دیگه گلای ما تمومه و میریم که پرش کنیم با برگ. برگایی هم که میذارین تقریبا اگر که تنوع رنگی داشته باشن کارتون خیلی قشنگ میشه. این شدش نتیجه پایانی کار که هم از کاشی‌های عادی استفاده کردم، هم از این شیشه ها که بهش میگن شیشه تیفانی. اینا خورد شده آماده هستن، ولی شما اگه بخواین حالا یه شکل فرمی هم بهش بدین با کمک همین انبرای دیسکی میتونین این کار رو انجام بدین. چون براقیت و خوشگلی بیشتری داشتن من توی این کار گذاشتم و اصلا هیچ محدودیتی نداره. فقط باید دقت کنین که این قطعه ها هم سطح باشن با موزاییک های عادی. اینا قطرشون 4 میل هستش، اینا 4 میلن، موزاییک های عادی هم 4 میلن. یعنی مثلا شما نباید از یه قطعه‌ای که خیلی قطر بیشتری داره یا خیلی پایین تر از سطح موزاییک های 4 میلمون قرار میگیره استفاده کنیم. حالا الان میریم سراغ ملاتریزی یا همون در اصطلاح بندکشی کار که از رنگ مشکی من استفاده میکنم و رنگامیزی اطرافش که میخوام طلایی بزنم. یه نکته که میخوام شروع قبل از کار ملاتریزی یا بندکشی بهتون بگم این که وقتی که شما قطعات رو میچسبونین باید سعی کنین که کم کم یه 12 ساعت بگذره که این قطعات کاملا خشک بشن، چون بعدش اگر ما بلافاصله ملات رو بریزیم این قطعات ممکنه که کنده بشن. پس یه 12 ساعت بهش استراحت میدیم بعد شروع میکنیم. برای شروع من از پودر بندکشی آماده استفاده میکنم که حالا این یه نمونه خارجیشه که من قبلا داشتم و رنگ پودرش توسی تیره است ولی مشکی میشه در نهایت. برای کارهایی که معمولا اینجوری رنگ و رنگم ما اگه از مشکی استفاده کنیم، البته مشکیمون اگه 1 درجه روشن‌تر باشه شاید قشنگ‌تر هم بشه، چون که سبزایی که ما داخل کار استفاده کردیم تیره است اگر که دقت کنین.
اگر که کل کار ما بیشتر رو به تیرگی بره، ما سعی میکنیم که اون پودری که لاش میریزیم یا همون بندکشی کمی روشن‌تر باشه. معمولا هم سعی کنین که از بندکشی سفید استفاده نکنین. اگر هم یه وقت یه کاری میسازین که احساس میکنین برشاشو دوست ندارین یا خراب شده، از بندکشی همرنگ استفاده میکنیم که اونم در پایان بهتون توضیح میدم. چشمی میریزیم. مثلا برای این کار من احساس میکنم که همین 2 تا قاشق کافی باشه. آبم کم کم اضافه میکنیم که زیاد رقیق نشه، چون رقیق بشه شما باید دوباره پودر بهش اضافه کنید. این کار رو انقدر ادامه میدیم تا الان میبینید آبش کم. این کار رو انقدر ادامه میدیم تا یه غلظتی به ما بده، مثلا مثل کره بادوم زمینی یا مثل ماست موسیر، اونجوری میخوایم بشه. انقدر این کار رو ادامه میدیم که یه خمیر اون مدلی به ما بده. الان من این ملات رو هم زدم، آماده کردم. باید جوری هم بزنی که اصلا هیچ پودری نمونده باشه، همش با هم دیگه مخلوط شه، هیچ دونه ای نباشه. اگر هم هست با ته قاشق اینطوری باید هم بزنیم که قشنگ مخلوط شه. بعد ملاتی که درست کردیم رو میریزیم روی کار. البته برای این کار من احساس میکنم که همون یه قاشقم بس بود چون خیلی کوچیکه. خب یه جوری میریزیم که تمام این خلل و فرجای کارمون پر بشه. میتونین از دستکش هم استفاده کنید. دستکش آشپزخونه ظرفشویی براش خیلی مناسبه، چون اگر که از دستکشای این فریزریا، این دستکش نایلونیا استفاده کنی، اونا پاره میکنه، چون اینا لبه هاش تیزه، دستکش رو پاره میکنه، دستتون کثیف میشه. با همین نوک انگشت شروع میکنیم ماساژ دادن. ما میخوایم تمام این سوراخ‌هایی که بین سعی هم میکنیم که به دور کار نخوره، کارتون کثیف بشه دورش، چون میخوایم دورش رو رنگ کنیم. اگه سعی کنیم که کل کار رو کثیف نکنین بهتر. بعد از اینکه تمام این حفره ها رو ما با ملات پر کردیم، یعنی یه جوری هم ماساژ بدین که قشنگ بدونین که تمامش پر شده. چون که سفال یه جنسی داره که آب به خودش میکشه به نسبت چوب، ما زمان کمتری میدیم برای خشک شدن این ملات. یعنی مثلا اگر رو چوب کار میکنین 10 دقیقه صبر میکنین تا ملات خودشو بگیره، روی سفال باید 5 دقیقه صبر کنین. خب بعد از اینکه این زمان گذشت و کار یه ذره خودشو گرفت، شروع میکنیم به پاک کردن. حالا میتونه با روزنامه باشه، میتونه با یه پارچه که آبگیر باشه، نخی باشه، میتونین این کار رو انجام بدیم. به یک جهت شروع میکنیم پاک کردن. اول همون گل اصلیش رو میگیریم، یه جوری هم پاک میکنین که اگر قطعه اون زیر جا مونده یا میبینی که گلتون درست نیست، یعنی این که ملات زیرش.
یه جوری قشنگ پاک میکنین که دیگه هیچ کثیفی روی کارتون نباشه، یعنی اصلا هیچ جا مشکی نباشه، تمام این گلبرگا رو از زیرش در میاری. خب حالا البته الان اونقدر تمیز نشده، با یه چیزی که نوکش تیز باشه یا حالا چاقوی، ته قلموی چیزی، اینایی که این زیر مونده رو دور و برش گل رفته رو، اینا رو خودتون باید با یه چیز نوک تیز اینا رو تمیز کنین، بکشین بیرون. یعنی دور کار ما باید کاملا تمیز باشه. باید دقت کنین که اول کار بندکشی رو انجام میدیم، بعد میریم بندکشی و تمیزکاری، بعد میریم سراغ رنگ، چون نمیخوایم که رنگمون کثیف بشه. یا کلا همیشه اول ملاتریزیه، بعد حالا کارای بقیهش. البته شما میتونستین کل این ظرفتون رو با کاشی پر بکنین، اونم سلیقه‌ایه، اونجوری دیگه خب لازم نیستش که رنگ بکنی، ولی خب اینم یه مدلش. حالا من اینو کاملا تمیز میکنم، بعد میریم برای کار رنگامیزی دورش. بعد از اینکه کل کارمون رو تمیز کردیم، البته سطح روش خوب تمیز میشه، دورش دیگه رنگ میگیره و دیگه کارش نمیشه کرد، ولی ما سعی میکنیم که با رنگ اینا رو بپوشونیم. من میخوام که از رنگ طلایی استفاده کنم. رنگ طلاییتون هم هر چقدر که مارکش خوبتر باشه و حالا خارجی باشه، میدونین که خب دیگه کاور بیشتری داره. یه نکته هم این که وقتی که میخواین کار بندکشی رو انجام بدین، حتما زیرش یه سفره یه بار مصرفی چیزی بذارین که میزتون خراب نشه. حالا من یه ذرم آب میزنم، چون رنگ اکریلیک حلالش آبه دیگه، میخوام یه ذره رنگو رقیق کنم. برای این کار یه 2-3 دست رنگ میخواد که بتونیم این سیاهیای دورش رو بپوشونیم. حواستون باشه که زیاد رنگ به خود کاشیا نخوره. ما فقط میخوایم که دورش قشنگ، میتونم تاش قلم هم میتونه باشه توی کارتون، یه ذره حالت از اون سادگی هم در بیاد. اگرم پشت کارتون هم کثیف شده، اونم میتونین رنگ کنین، ولی دیگه سعی کنین دیگه، حالا اون لزومی نداره دیگه، سعی کنین تا لب به لب و رنگ بزنین. رنگ دورش هم سلیقه‌ایه، حالا هر رنگی میتونین بزنین. مثلا من یه جوری میزنم که مثلا این تاش قلمم یا یه تیکه های رنگم روش بمونه، و همون لحظه هم که اگرم رنگ خورد به کاشیتون، همون لحظه با دست پاکش کنین، چون روی کاشی که رنگ بمونه پاک میشه، ولی یه ذره سخت پاک میشه. خب الان کار ما تقریبا آموزشمون تموم شده. من اینو کامل میکنم، براتون عکسشو توی کانال میذارم. شما هم اگر که درست کردین حتما برام عکسشو بذارین. قشنگ لبه هاشم باید همه رنگ بخوره. اگرم که سوالی براتون پیش اومد، من شماره‌مو گذاشتم، آیدی اینستاگرامم و کانال تلگرام و همه راه‌های ارتباطیم توی بیوی کانال هستش.
اگر که دوست داشتین که بیشتر یاد بگیرین در خدمتتون هستم، هم برای آموزش مجازی هم حضوری. امیدوارم که این کار به دردتون خورده باشه و یه کار خیلی خوب و جالبیه، حتی برای کادو دادن. پس من منتظر فرستادن کاراتون هستم و مرسی که همراهی کردین و ویدیوها رو همه رو نگاه کردین. ممنون. بعد از اینکه کل کارمون رو تمیز کردیم، البته سطح روش خوب تمیز میشه، دورش دیگه رنگ میگیره و دیگه کارش نمیشه کرد، ولی ما سعی میکنیم که با رنگ اینا رو بپوشونیم. من میخوام که از رنگ طلایی استفاده کنم. رنگ طلاییتون هم هر چقدر که مارکش خوبتر باشه و حالا خارجی باشه، میدونین که خب دیگه کاور بیشتری داره. یه نکته هم این که وقتی که میخواین کار بنکشی رو انجام بدین، حتما زیرش یه سفره یه بار مصرفی چیزی بذارین که میزتون خراب نشه. حالا من یه ذرم آب میزنم چون رنگ اکریلیک حلالش آبه دیگه، میخوام یه ذره رنگو رقیق کنم. برای این کار یه 2-3 دست رنگ میخواد که بتونیم این سیاهیای دورش رو بپوشونیم. حواستون باشه که زیاد رنگ به خود کاشیا نخوره. ما فقط میخوایم که دورش قشنگ، میتونم تاش قلم هم میتونه باشه توی کارتون، یه ذره حالت از اون سادگی هم در بیاد. اگرم پشت کارتون هم کثیف شده اونم میتونین رنگ کنین، ولی دیگه سعی کنین دیگه، حالا اون لزومی نداره دیگه، سعی کنین تا لب به لب و رنگ بزنین. رنگ دورش هم سلیقه‌ایه، حالا هر رنگی میتونین بزنین. مثلا من یه جوری میزنم که مثلا این تاش قلمم یا یه تیکه های رنگم روش بمونه و همون لحظه هم که اگرم رنگ خورد به کاشیتون، همون لحظه با دست پاکش کنین، چون روی کاشی که رنگ بمونه پاک میشه ولی یه ذره سخت پاک میشه. خب الان کار ما تقریبا آموزشمون تموم شده. من اینو کامل میکنم، براتون عکسشو توی کانال میذارم. شما هم اگر که درست کردین حتما برام عکسشو بذارین. قشنگ لبه هاشم باید همه رنگ بخوره. اگرم که سوالی براتون پیش اومد، من شماره‌مو گذاشتم، آیدی اینستاگرامم و کانال تلگرام و همه راههای ارتباطیم توی بیوی کانال هستش. اگر که دوست داشتین که بیشتر یاد بگیرین در خدمتتون هستم، هم برای آموزش مجازی هم حضوری. امیدوارم که این کار به دردتون خورده باشه و یه کار خیلی خوب و جالبیه، حتی برای کادو دادن. پس من منتظر فرستادن کاراتون هستم و مرسی که همراهی کردین و ویدیوها رو همه رو نگاه کردین. ممنون. خودت گل، پیرنت گل، سخنت گل، لبت گل، دهنت گل، بدنت گل، لبت گل، دهنت گل، بدنت گل.